تو بهشت استوایی هاوایی، جایی که همه با مایه و دمپایی میگردن، برف میباره. بومیان هاوایی به جای 4 فصل 12 تا اقلیم کوچیک رو شناسایی کردن. در یک روز از یک طرف جزیره تا طرف دیگه‌اش که کمتر از 6 ساعت رانندگی، همه فصل‌ها رو میتونی ببینی. کوه ماونا کیا تنها مکان رو زمینه که میتونی از سطح دریا تا ارتفاع 4200 متریش رو رانندگی کنی و 11 منطقه اقلیمی از 13 منطقه اقلیمی رسمی دنیا رو تو یه روز تجربه کنی، از استوایی تا قطبی. طرف غرب هاوایی بیابونه و کمتر از 25 سانتی متر بارش سالیانه داره، اما طرف شرقش یکی از مرطوب‌ترین مناطق زمین با 11 متر بارش سالیانه. در هاوایی بارون میتونه عمودی بباره، پدیده‌ای به اسم بارون عمودی که فقط تو چند تا جای دنیا اتفاق میفته. یعنی میتونی زیر آفتاب وایسی 1 متر اون طرفتر بارون شدید بباره. عجیب‌تر اینه که هاوایی یکی از معدود مکان‌های جهانه که بارون قرمز داره به خاطر گرد و خاک آتشفشان. هاوایی رکورددار طولانی‌ترین رنگین کمون دنیاست که 9 ساعت تو آسمونش مونده به خاطر آب و هوای عجیب و پر از مزارع آناناس و قهوه و کاکائوه. از سنگاپور گرمسیری تا صحرای خاورمیانه، از 4 فصل انگلیس تا سرمای شمال سوئد، همه رو در یک جزیره کوچیک به اسم هاوایی میتونید تجربه کنید.